میگه حضرت موسی علیه السلام از خداوند تعالی پرسید که پروردگارا برای من یک چیز تعلیم بده که من با همو چیز ذکر تو را بگویم. خداوند تعالی گفت ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی دوم بار پرسیدن پروردگارا برای من یک چیز تعلیم ده که من به همین تو را ذکر گم. خداوند تعالی بار دوم گفت ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی گفتند پروردگارا این لا اله الا الله را تمامی مردم میدانند، پیش از ما بودگی امت ها هم لا اله الا الله میگفتند، برای من یک چیزی خاص تعلیم بده که با همو من ذکر تو را گم و وای بهترین ذکر باشد. خداوند تعالی گفت ای موسی گفت 7 طبقه آسمان و آن چیزی که آنها را زیب میدهد، یعنی که فرشته و انسان و تمام مخلوقات غیر از من، گفت خداوند غیر از من 7 طبقه آسمان گرفته یک پله ترازو دمان و لا اله الا الله را یک پله ترازو دمان، لا اله الا الله و از بین میبیا گفت. به همین خاطر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ذکر لا اله الا الله را در ماه رمضان بسیارتر گویید. معنای لا اله الا الله نیست خدای بجز از الله و تعالی، غیر از الله دیگر خدا نیست، معناش همیه. و در دیگر حدیث آمدگی است هر کسی که لا اله الا الله میگوید فوراً درهای آسمان گشوده می شود. فوراً معناش سراش نه، در حال درهای آسمان گشوده می شود و یگان ممانع، یعنی یگان پرده، یگان منع میکردگی چیز نمیمونه، همه درهای آسمان گشوده می شود. همون شخصی که لا اله الا الله میگوید چی دعایی که کنه دعاش قبول می شود، با شرطی که همون لا اله الا الله میگفتگی آدم از گناه های کبیره پاک باشد. گفتگی از گناه های کبیره. امام شمس الدین ذهبی یک کتاب بزرگ، یک کتاب بهترین برآوردگی، یک کتابخانه آدم میفروشه، حتی تلفن آدم در پلی مارکت الکترونی ورسیت برآمدگی است. نام کتاب 76 گناه کبیره. 76 تا گناه کبیره در همین کتاب آوردگی است. از همه کلانترین گناه کبیره این شرک آوردن به خداوند، بعد از آن سحر و جادو و آدم کشی و بینمازی و عرقخوری و زنا و دروغگویی. حتی همین دروغگویی، سخنچینی، همین هم گناه کبیره. باید آدم روزه‌دار از همین ها هم پرهیز کنه. گفتاد هر کسی که لا اله الا الله میگه درهای آسمان گشوده میشه، دعاش قبول میشه، با شرطی که گناه کبیره نداشته باشه، با شرطی که از دروغگویی و از سخنچینی و از همه چیزها پاک باشه.